قبل از ضبط برنامه داشتی درباره تیپ 1 صحبت می‌کردی. به زبان ساده بخوام یه تیپ 1 رو راحت بشناسیم چجوریه؟ خب شاید حالا تو زندگیت با یه آدمایی برخورد کرده باشید که خیلی جدیان، خیلی پرخوش خاصی دارن، زود یه حرکت خیلی هیجانی میزنن، سریع هم آروم میشن. اینا مربوط به تیپ 1 هست. تیپ 1 خیلی هیجانات یهویی دارن، 0 و 100 ان. یه وقتایی مثلا همه چیز رو یا سفید میبینن یا سیاه میبینن، یعنی یا اینکه حالشون خیلی هم خوبه یا حالشون خیلی بده. دنیا رو یا جای امنی میدونن یا کلا جای ناامنی میدونن. خب اگه بخوایم یه خورده دقیق‌تر و واضح‌تر بریم، ممکنه اینکه سر محل کارتون با یه کارمندی همکار شده باشید که اون خیلی براش مهمه، مثلا میزش مرتب باشه، حتما تو تایم مشخصی بیاد، تو تایم مشخصی بره، به قوانین خیلی پایبنده، خیلی متعهده. مثلا مدیرا اکثرشون اینجوریان؟ تقریبا بله، میتونیم بگیم که تیپ 1 ها و در کنارش میتونیم تیپ 3 هم بگیم که اکثرا ذاتاً مدیرن. یعنی توی ادارات وقتی میرید کسی انتخاب میشه برای مدیریت یا کارمندی میاد حالا به درجه ترفیع میرسه که عموماً تیپ 1 هستن یا تیپ 3، چون اینها خیلی به جزئیات کار اهمیت میدن، برای موفق بودن خیلی تلاش میکنن. خب تا فهمیدیم که تیپ 1 چه مشخصایی دارن. اگه اینا بخوان یه ازدواج درست داشته باشن با چه تیپ‌های دیگه‌ای مچ میشن؟ خب ببینید، ما توی انیاگرام چیزی داریم به اسم بال و کانال. خب بال ها میشن تیپ هایی که قبل و بعد ما هستن. بله. بعد کانال هامون اون در واقع اتصالات ما به شخصیت هایی که حالا مشخصا تو دایره انیاگرام هستش. بهترین ازدواجی که میشه برای تیپ 1 یا هر تیپ دیگه اتفاق بیفته که بهتره که یا با تیپ خودشون باشه، اولویت با تیپ خودشون، حتما مشابه خودشون باشه، چون درک یه ذره تو مخ نمیشه جنگ قدرت بشه. نه، همدیگه رو بهتر میتونن درک بکنن، به درک بهتری به هم نسبت به همدیگه دارن، چون کمالگرایی و اون اصلاح طلبی که دارن هر دو میتونن همدیگه رو درک کنن. مثلا اینجوری به نظر من میرسه، مثلا شما یه آدمی که مقتدره، برنامه‌ریزی و اینا داره، میگن دو پادشاه در یک اقلیم نگنجه. مثلا یه آدمی میخواد که این انعطافش کمتر باشه. خب ما اینجا تیپ ها رو میگیم توی لایه سالم، ناسالم و میانه داریم. عموما افراد توی لایه میانه هستن. بعد اگر یک نفر تیپ 1 خیلی خیلی به ندرت داریم که یک نفر تیپ 1 خالص باشه. بنابراین اینجوری میگیم مشابه هم باشن، تیپاشون شبیه هم باشه بهتر هستش. به خاطر این میمونه که یه بخشی از بالهای ما و کانالهای ما توی رفتارهای ما تاثیر میذارن. یک میزانی، حالا هر فرد اینجوری نیست که یک تیپ 1 خالص هر دو خالص به هم مچ بشن. پس تیپ 1 با 1 خوبه. بله، تیپ 1 با و بهترین حالتش اینه که اگر خانم تیپ 1 هستش با تیپ 9 آقا بخواد ازدواج کنه. اما اگر آقا تیپ 1 هستش، باز در کنارش با تیپ 2 و تیپ 9 رو میتونه انتخاب کنه. منتها که ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم یک تیپ 1 خانم با یک تیپ 2 آقا ازدواج کنه. ازدواجشون به مشکل برمیخوره. و اینکه به صورت خلاصه چند تا از نقاط قوت و چند تا از نقاط ضعفشو بگید. خب این که متعهد هستن، این که میتونیم روی قول و قراراشون حساب بکنیم، خب خیلی برای آدم ها اهمیت داره، مسئولیت پذیر هستن، بله. و اینکه منظم هستن، میتونیم باشون برنامه‌های دقیق تری رو داشته باشیم. متعهد هستن به برنامه هاشون، به قول و قرارهاشون، تا جای ممکن سعی میکنن تو مسیر درست خودشون بمونن. اینا نقاط مثبتشون میشه. نقاط ضعفشون این هستش که وقتی توی کمالگرایی منفی قرار میگیرن، خب ایجاد فشار دارن و باعث میشه که خیلی حالت وسواسگونه دیگه رفتار میکنن و اینکه خب نظمشون که به طور عادی مثبت بود همونجا میتونه منفی بشه.
به شدت توی نظم قرار میگیرن، طوری که اگر کوچکترین چیزا تغییرات برای اینا انجام بشه به هم میریزن. گاهی اوقات نسبت به وسایلشون احساس وابستگی شدید میکنن، یه جور انباشتگی دارن. این انباشتگی خیلی خوب نیست، چون میتونه همون تو علاوه بر اشیا میتونه توی ذهنشون هم تاثیر بذاره و این باعث میشه که تو روابطشون به مشکل اساسی بخورن، حالا چه محل کار باشه، چه روابط عاطفی باشه، چه روابط دوستانه